امروز اومدیم داکچی اسکوید گیم درست کنیم. اگر تو هم عین من دوست داری داکچی اسکوید گیم رو بلد باشی و یاد بگیری، حتما این ویدیو رو با من ادامه بده. سلام، من تاوا هستم و اینجا آموزش اورگامیه. بریم که با هم یه داکچی اسکوید گیم درست کنیم. اگر دوست داشتی کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم بیاید ویدیو منو ببینید. بریم برای آموزش. خب اول از همه ما باید یه شکل مربع رو بیاریم. خیلی اول از همه ما یه شکل مربع رو بیاریم به این صورت. حالا این قسمت رو ما باید قیچی کنیم. خب الان اون قسمت هست که یه مربع شد. حالا ما از این قسمت نه این بری نمیشه چرا این بری حتما این باید این قسمت باشه. اومد این ورش کردم تا اون چیزی که میخوان در بیاد. ببینید خب برمیگردونیم اون از اینجا میزنیم. اینم خلاف رو میزنیم. میکنید این خلاف رو میزنیم به این صورت. حالا اینا رو اینجا تا میکنیم که به این شکل در. خب ما باید از این بعد 2 تا داشته باشیم. یه دونه دیگه من از قبل درست کردم. این به این شکل میذاریم، اینم میذاریم، این حالا اینو ما باید بیاییم از زیر این رد کنیم. بفرمایید حالا ما یه داکچی اسکوید گیم درست کردیم. حالا این هم قرمزش بود که براتون از قبل درست کرده بودم. خب شد یه جفت داکچی اسکوید گیم. بریم حالا رواشم بهتون نشون بدم. خب اینم از این آموزش که ما یه جفت داکچی اسکوید گیم درست کردیم. حالا من اصلش رنگ قرمز آبیه. حالا شما میتونید رنگای دیگه هم بزنید ولی خب اصلش قرمز آبیه. خب اینم از این آموزش. امیدوارم که به دردتون خورده باشه و حتما درست یاد گرفته باشید. اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.